خب اینم MP5K با تمام متعلقاتش توی مدل های معمولی جز انتخاب های خیلی خوبه. تمام تجهیزاتش هم در میاد. این مدل خشابش برقی نیست مثل خیلی دیگه از مدل هایی که تو بازار تو این رنج قیمت، ولی این از متریال خیلی خوبی برخورداره که بعد قابل ارتقام است. ریلاش زیادن، هم سمت چپ هم سمت راستش داره پایین. یه دونه دسته توی جعبش داره، 3 تا خفه کنش. تکیش به صورت دستیه و حالت رگبارش اتوماتیک. الان باتری داخلش نیست که تست کنم. یه دونه رد دات هم داخلش داره، همین مدل معمولیشه و روشن هم میشه. بنداق این کارم با این زامن بغلش قابلیت جمع شدن داره. جنس بدن این تفنگ یعنی MP5K پلاستیکه و همون با مدل هایی که جنسشون خیلی بهتره فرق میکنه. اونا از نایلون درست شدن، این از پلاستیک درست شده و گیرباکسش هم کاملا پلاستیکه. تو رنج خودش اسلحه خوبیه.